عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. خیلی مخلصم کوچیک همتون آمده تبریزی کنار رفقا دوستان عزیزم. قراره یک بازی هیجان انگیزی به نام پانتومیم انجام بدیم که خب توی تصویر حالا نگاه کنین با موزیک معروف بازی ادا بازی تیم دختران ترکیبی از تشکیل شده از پگا، فرنوش، رویا و پسرها از سالار و حامد و پیمان قراره بازی کنیم و برنده از الان مشخصه. افتخار خودمون. افتخار برنده سوسماس. این دفعه چه جالبه. صدای بزبز میاد. چه چیزی میشه؟ به خاطر روز دختر بود. این سری بله قراره چه صدایی میاد؟ بزبز بله. قراره با اختلاف قراره با اختلاف ببریم و بر اساس اون واژه‌ای که میگن خانوما مقدم ترن ما میگیم خانوما این بازی رو شروع کنن و برای ما جذابیت خاصی داره که بشینیم و بخندیم به بازی مسخره‌اش. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم. ما رو دنبال کنید. زنگوله رو صدا دریا. بچه‌ها کی میخواد شروع کنه اول؟ رویا. چرا همه چی من؟ دیگه اون دفعه من شروع کردم. من دوم فورس. بفرمایید. فورس. اول با دوستاتون مشورت کنید بعد گوشی رو بدیم به ما. فورس. کدوم؟ فورس آل. بچه‌ها مشورت کنید. ضرب المثل اشیا همه فیلم فعلا مشابه شوق جانور خوراکم خوب میشه. من آره خوب بازی کنی آره. تو ثانیه بهت میگم. اشیا رو میخواد. نمیخواد. چی بدم؟ ضرب المثل خیلی آسونه. یک سال بعد. بیا همین خوبه اشیا. مثل آرش کردن شما. بله خوب خیلی زمان داره. صدا نمیاد؟ بز اشیا 4 امتیازی. خب شما برید هر موقع بگی من استارتو میزنم. بریم 3 2 1. دو کلمه است. اولی میزه، دومی میز تلفن. بابا خیلی خب خیلی آسون بود. آقا برم. ضرب المثل 7 امتیازه. او باریش هست. بده من بذار من ببینم خودم. باشه خب نه عوض میکنم. نه عوض میکنم. دیگه اینا ندیده بودن که عوض کردیم. نه خودش سخت بود. بچه‌ها ضرب المثل 7 امتیازی خیلی سخته. خب دقت کنین حرف اضافه و اینا هم داره. خب خب بزنم 3 2 1. کلمه پنجم. این حرفه پرسپولیس سرور استقلاله. هر پنجشنبه شکلی نمیشه. داره میشموره. آن داره میشموری. یک، انگشت دو. انگشت نمیشه. آقا اینا چرا حرف میزنید؟ آقا ما گمراه میکنیم. قبول نیست حواسمون رو باخته. پرت میکنیم. نه بازی. محمد یه ذره جلوتر. بابا خوب سری اول اینجا. استخره، میزه، چاهه. داری یه چیزو دیمه داری به هم حضرت میزنی. آقا یه سوال. دیگ. دیگو هرچی به هم بزنی بدتر میشه. انگشتره. اینا کجاشه اینو؟ افتادی تو دیگ داری به هم میزنی. چاه مکن برای کسی هم با پا میره تو دیگ. با پا رفته تو من دیگ. یازار موری که داره کشد. مو رو میشماری؟ موش تو سوراخ نمیرم. موش تو سوراخ نمیرم. آقا حرف میزنه نمیزنم. آقا نمیشه که آقا ما داریم میگیم. آقای صاحب یه بار برو. شعله زرد، حلیم به هم زدن. ضرب المثل. آها آش پا قلم افته اون چیه یه ضربه. وایسا. آشو دندونی. آش پشت پا. حلیم بود آقا حلیم. حلیم هرچی به هم بزنی. میشه. حلیمو به هم نزنی. دیگ حلیم. چاهه. دیگه حلیم زیاد. من تا حالا با اینا بازی آقا نکردم. حرف نزن. خطا میزنم. غلط رو بزنی.
غلط خطا غلط نتونستم نه نتونست من نمیدونم ضرب المثل چون من واقعا نمیدونم این بازی منو اذیت میکنه من میگم حلیم دید بعد دیگه که شعله زرده انگار اینا رقیب منن شما باید درست جواب بدید میگه آشه سوپه روز دختران باهوش مبارک. این هوش نیست یادم داره اذیتم بکنه این واقعا من راحت از این بود. شهر میرم خیلی راحت. خدا فعلا خب بریم آقا نفر بعدی شما چرا بابا خیلی و حضرت عباس ثانیه تو تا حالا نشیدی من میگم دید حلیم از داداش از حول حلیم تو دیگه نه اشیا رو یه بار انتخاب کردی نمیتونی اشیا نه رو میتونی انتخاب کنی که. همه چی نه یک نه اونجا نزن بیا اینجا بزن انتخاب کن بیا اینجا بزن من میرم. زن و مثلا چی؟ بزن هفت نه ریسک نه. نه بزن هفت نه هفت چیه؟ تو کلمه هاشو بگو ما میگیم چیه خب ضرب المثل شما نگاه کنید خانم محترم میتونی تعویضم بکنی اگه خیلی سخته خوبه؟ اوکیه؟ برو حفظ کنم رویا تو جیب جا میشه چند حرفه؟ زیاد خب اولی چاقه بزرگ بزرگه. بزرگ عقل بزرگ عقل به سالم بزرگ. در بدن سالم است به بزرگی عقل. خب سومی بزرگ عقل سه نفر 3 تا بزرگم. نه تو- 4 تو تا عقل بزرگه نداری. 3 یکیشون تا بزرگم 2 تاشون عقل نداره. عقل نداره چی بود؟ تو وجود عقل در بابا جمع شد تو نفر چهار. سوم بزرگه. عقل عقل نداره. سومی نداره. عقل نداره سومی عقل نداره. شاید 4 داشته باشه بابا رو کاغذ دارم می‌نویسم عقل نداره. شاید 4 میگه نه. من و تو یه دونه ساکت یه عقل نداره. ترازو نمیذارم. آفرین ترازو. بیا اگه بزرگه رو ترازو عقل داره بالا عقل کوچیکه؟ سالم در کو بدن علایه. سالم. بابا به درست اجرا کن دیگه این میگه نه آره خوب وزن برداره. بقیه حسین اجرا کن رضازاده. کلمات دیگه رو اجرا کن عقل نداره. بیا آدم نه. بی عقل. آره. بالغ بی عقل. خودشه. نادان نه. بابا داره با دهن میگه. با دهن گفتش. بابا با دهن غلط نیست. بگو بزرگ عقل نداره. آدم بزرگ بی عقل. آدم بزرگه بیا نادان. کوتاه بابا رو ترازو گذاشتنه. تو ترازو رو ترازوه. بابا به دادگاه رفته. یعنی چون که ما مصیبت شما رو گمراه کردیم ولی شما نمی‌شناسید. بچه ما ساکتیم شما بگید پیر سنشه آره دیدن ساکت باشید صداشون بیاد پیر پیر بزرگ عقل پیر سنشه. جوون میره شده پیر سالمند میان سال میان پیر بی عقله. آفرین. آفرین داری نزدیک بزرگ عقل پیر شده ولی نداره. بزرگ نه. بقیه کلمه‌هاشو یه اجرا پیر کن. شده ولی حرف نداره پیر شده ولی بزرگ نه. آقا با دهن نگو. با دهن نگو. بزرگ اشتباهی کلمه‌اش درسته نه، عقل بزرگو بذار کنار ندارد ترازو هم درسته بزرگ نداره بزرگ پیرمرد. عقل ندارد پیر عقل داره دارد پیرمرد جوان بزرگ. جوان بچه 5 4 3 2 بزرگی به عقل است نه به سن ندارد چی بود؟ خیلی خوب بازی کرد خیلی خوب خیلی خوب بازی کرد. خب بچه ما میریم برای اجرا شما اصلا نذاشتن ما هست. تو من داداش ندارم برو حدس بزن. اشیا بازی کن 6 چی شد؟ یکم میاد. اشیا دو تا حرفه اولی این بر یه ذره میز شیشه آقا در نشانه صندلی نداری. نشانه نداری. میز و صندلی. میز و صندلی. صندلی خطا برای چی خطا؟ نگفتم که نه دیگه حساب بشه دیگه خطا می نزدی
آره غلط زدی الان؟ آره زدم با اشاره نیستم هم داشته اشاره مثلا بیارم بخاری واسه چی اشاره میکنی؟ اشاره نکردم که نه اشاره نکنی. برگام خطا یعنی نزد چی؟ غلط اشاره نداری غلط رو زدم عدم کلا غلط رو زد قبول نیست چی میخوایم بازی کنیم؟ بذار علی قبول نکرد نه دیگه اشاره نیست صندلی اوکی بالا وایس این برای تصویر بشه بغل سالا خب ای سخته تعویض رو بزن فراموش ای سخته تعویض رو بزن اوکی سخته برو اوکی. شروع رو بزنم امیدوارم که بتونین خوب بازی کنین و خوب حدس بزنین 3 کلمه است کلمه اول نوشتن کتاب خودکار خب دومی جوهر باراش درش در خودکار رنگ جوهر نوکش نوک خودکار نوک خودکار نوک سومیش خط دعا نوک کشی خودکار نوک پرگار چیه گونه لوله نازک کوتاه باریک باید خودکار کامل بگی. نوک باریک خطا دست برای چی زدی؟ فقط گفت باریک برای چی نه دست گفتم زدی؟ من خودکار نه دست زدش گفتی دیگه قبول نیست شما آقا. دیگه دست غلط نیست 3 تا کلمه رو گفته من دست اولیشو زدم گفت دومیش هم گفتم آقای حامد خان گفت نه یعنی بگه کامل من کاملشو گفتم آقا دیگه بیا عدالت رو رعایت کن آقای حامد هم گفت خود بچه هم گفت خود آقا هم هم خودکار گفت برو گفتم جان، هم من نوک شیشه امتیازی. هم شور راست میگی باریک میگه برو بعد گفتم نه خودکار نوک باریک اما بینندگان شاهدن بینندگان شاهدن که شما خب ولی خب باخت زود هنگامی بود یه چیز مشخصی 13 صفریم تا الان خب بچه هیچ. نوبت شماست شروع رو میزنم خب جانور 6 امتیازی 3 2 1 یک کمی برتر بیا یکم عالی بیا جلوتر 2 متر بیا جلو بیا خوبه. برو بریم چرا میکنه تو آب لاک پشت کوسه پنکوسه نهنگ گوسه ای عروس ما دریایی. میخوریمش خرچنگ ماهی ماهیگیری سیل ماهیگیری کوسه بنر خرچنگ نه کسی که یکی ماهی میگیره اسم دیگه ماهی خرچنگ فروش نه بزرگ ماهی فروش ماهی بابا، نه. قزلالا ماهیه میری شنا میکنی شنا کردن جانور اونجا نکنی الان اینجا کنم بچه ها بذاریم ما بگیم اون دهنشه دزده خرچنگ اسم اون یکی سر تو خرچنگ سره اسپایدرمن به انگلیسی باید بگید هشبا این هم از ماهیه موجوده این هم از این چنگالشه میگیره نه داره کشتی خرچنگ خب میگیره اون یکیشو ورزش بگو رزمی سفره خرچنگ شکم بزرگ داره. خرچنگ اولین حرفش با چی شروع میشه اونو بازی کن نمیشه نگو جفه یا بگه چیزی رو بازی کن که من بگم توپه بگو فوتبال بگو دلفین خرچنگ دراز خرچنگ درشت دلمه خرچنگ دلمه میخوره نه چیز واسه ثانیه آخره اونجوری لب میزنی تو خرچنگ دنیا دیده دو جنایته آها کتاب خون تحصیل کرده. گنده است گفت دیگه قشنگ نشون داد حرفم زد آقا دهنتونه من زدم 2 ثانیه تموم شد تمام دریاییش هم تازه نگوی 2 کلمه است که بابا به هم یه 2 کلمه است سلام است بابا جمع کن بابا ولش کن. 2 کلمه است 2 ساعته حرس من در میاری آقا
بازی بلد نیستی بی خود میکنی بازی میکنی. خب دوستان عزیز ما تصمیم گرفتیم که دوغو با یه دونه ملخ بریم سالار جان میل کنه. خب لیوان افتاد. ریخ. وای تصویر رو میتونید داشته باشید که چی میخواد بخوره. میشه جونه. تسلیت میگم از مثل که همیشه حامی تیم بودی. تسلیت. شکسته همیشه بودی. ولی خاصیت ضد کرونایی داره. بخور. چه بوی خوبی داره. شرکت میهن دوغای خیلی خوبی میزن. ببین تصویر رو نشون بده. آقا تا اینجا یعنی اگه به بعد اصلا کلا دوغ نمیخوری دیگه. اینا واقعا ملخن، پوست ملخن، اون مرده ملخه. خدا بیامرزه. میشه بیاین نزدیک اصلا بذار داره شنا میکنه این تو بگیره. چینی نه ها اون خوب میخورن این که ملخه. یعنی فقط سر اون داده که زدی میکنه. داداشم. سر من بود باختی ولی قورت بده پایینا. میگن بچه پایین باخت نمیده. فعلا که باخت دارید. دارید باختتون میدید. سوسمار. ما چیزی واسه باخت دادن نداریم. دیگه کلا همه رو باختید دیگه. گم شد دیگه تا همینجا. برو دهنتو بشو. بدو. دست نه همه رو خوردی که. بالاخره نظرت چیه؟ آشپز برنامه دید اتفاقو؟ ببین باختیم تا الان ولی بدم باختیم. چه بلاهایی سرتون بیارم. انتقام. عنکبوتو میزنم رو لباش. دمت گرم. نشون دادی که چی داداش. بچه پایین باخت نمیده. حکم بعدی چی باشه؟ انتخاب کن حکم بعدیتون چی باشه؟ باخت بعدی. نگاه کنید بچه‌ها ویدیوهای بعدی رو ما رو نگاه کنید. اتفاقای خفنی قراره بیفته. ما باخت نمیدیم. ما پرچم پسرا رو بالا نگه می‌داریم. آقا احمد یه جمله سوس با باخت هرساییتون. این نردبون رو بگیر بعدم پرچم رو. یه باخت بهتر از 100 تا پیروزیه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کوچیک همتون حامد تبریزی هم اتفاقای خیلی خفنی قراره بیفته. ما رو از یاد نبرید. خیلی مخلصم. یا علی. خلاص.